آخوندی که فتوایش 600,000 کیلومتر از خاک ایران را برباد داد. شیخ جعفر کاشف الغطا را فتحعلی شاه از نجف به ایران آورد تا اوضاع شیعیان ایران را سامان دهد. او را استاد بزرگ فقاهت می‌دانستند. اما شیخ جعفر همانی است که فتحعلی شاه را به جنگ با روس‌ها تشویق کرده و تهدید می‌کند که اگر شاه چنین نکند خود شخصاً اعلام جهاد خواهد کرد. در عین حال به شاه اطمینان می‌دهد که با توسل و قدرت‌های ماوراءالطبیعه و یاری امام زمان پیروزی را نصیب سپاه ایران خواهد کرد و سپاه روس به دست لشکر ایران نابود خواهد شد. فتحعلی شاه که زمام عقل را به دست شیخ جعفر خرافه پرور داده بود، پسر خود عباس میرزا که مخالف این جنگ بود را با لشکری ضعیف و فاقد تجهیزات کافی به جنگ روس‌ها می‌فرستد، در حالی که لشکر روس مجهز و مسلح به توپ و سلاح‌های سنگین بود. نتیجه این حماقت شکست‌های فضاحتبار و جدا شدن 18 تا از بهترین شهرهای ایران از جمله شهرهای گنجه و قره‌باغ، دربند، باکو، داغستان، گرجستان، ارمنستان و 10 شهر دیگر شد.